فرامده چی نشود مرا در ماشین گفتی گپ دارم چی گپ داشتی تو رئیس جان یا مسئله رئیس جان پرابلم حل کنم رئیس چی پرابلم باشه همین رئیس جان یگان پرابلم مهم باشه یگان پرابلم کمپانی باشه همین هم ماشین به شیشتم اومده است یک پرابلم دارم یک خدمت دارم گفته اومده است همون را نفهمیدم چی خدمت در اومدن خونه میدونم تمام همون چی خدمت باشه یا آخرت می ندارم رئیس این مرا زن دادی رئیس همون را میگم مخی یک خدمتی واسبین نگاه رئیس یک خدمتی واسبین من چند خدمت تو نبود کردم پدر مادر من حج روی کردم رازان دادم دو خونگاه در سنتر گرفتم رئیس هزار رحمت رئیس برای تو چند خونگاه گرفتم برای من 3 خونگاه رئیس دیدی او 3 خونگاه رئیس دوری دار رئیس با از زیاد خدمت میشه و سوتقی زمین گرفتم چند سوتق گرفتم 3 تا یارد مونده انا با چشمو دن میرسه یک خدمت دیگه رئیس یک خدمت واسبین دیگه رئیس یک خدمت های کردم یک خدمت دیگه رئیس اینا اوتم حج روی کردی اوچم حج روی کردی نه دو درک مزن دادی دو سوتقی زمین مفتی صاحب خونه و در مکدی رئیس هم یک خدمت دیگه رئیس جان یک خدمت التماس یک خدمت دیگه دو درد بچه خوبه خاطری دو درد یک خدمت دیگه میکنم هم یک خدمت نه که اول بگو که چی خدمت با من فکرش بکنم رفیق رئیس همین نمیشه که شما یک شفیار دیگه بگیرین تو چو کده برای چی من شفیار گیرم رفیق رئیس مرا میفوره که در قفا خطی شما بشینو دیگه مامی درسو در بعد اونجا بچه مامان به زور شنو معلم رو میبینم که معلم الرژی پیدا کنه ما را نمیگی توی 4 سال دیگه موندگی میگذره کی بوارک کو صراحه برای چی پشت میاد گلات نمیخوام خیلی خاکو گلاتو لیکن چوجاچا ماجای بان چوجاچا گپش میتیم نکیم دا چشمو ما سوزونده بیا گپش میتیم دخترک ممکنه شما را گپ بتین ای دخترک او هم پدرکه نیستیم قطیمون گپ زوخی ما توفای گیرات باش ما چیکار میمونی دختره ای دخترک گپ زوخی قطیمون نام کو девушка можно познакомиться да девушка بگو ای دخترک شما استودنتی نه؟ یا کجا فهمید که ما استودنتیم؟ ای دخترک تو کجا فهمیدی که ما استودنتیم؟ ایدان تون بیرفتون در این جاها میبینم الهامو میایده مرا جانو شما را جانانه میگن مرا شمو شما را پروانه میگن من یک شممو 100 پروانه دارم چی پروای شما واریم بیچاره دارم این هم خیلی دیگه بچی محمد ویروس hayran yok bu avtoshun abi ma'lum ki sundora vaqti to omad nakad ayman yo'q بچه‌ها ببینیم که بچه‌ها درس کیم که خیلی بچه‌ایم ده ما آخه دیگه یگام جای وایش نیست خیلی بگیم که یگام نگو ما ایبا نمیدونی بچه کلان دزدی میکنی ایت ayba نمیدونی من قصر فوردو مای تو گپشتگی دکیسد یک تین نداریه شما انصاف داره شما چقدر هنرمندی نه بو دوام میکنی که ما هنرمندی او ایجاد جدی طلب میکنه همین سیناریوی ما جدی طلب میکنه جدی همینجا در نوبتی بچه کشید اول پسر میگرده میگه عزیزم تو همه رو آمیخته کردی همش خوب میشود تو نوبتی دختر کشید میگه نه من این چیز رو آمیخته نکردم از تو باشی مرا محزون کردی تمام این همه گپ فقط جدی لوات خندیدگی رفته الو یک آواز هست یک دو آواز باز اینه یک دقیقه یه بار همین جمله هاشون میخونم چون یک زبان زده کنن تمام سر میکنیم کورا نوبتی پیسر رفتیم
عزیزم فقط جدی عزیزم تو همه رو آمیخته کردی همش خوب میشود انا نباید دختر او تو باشی نه من این چیز رو آمیخته نکردم تو باشی مرا محزون کردی تمام اینه میخواه گپ عزیزم تو همه رو آمیخته کردی همش خوب میشود نه من هیچ چیزی را آمیخته نکردم همش مظهور اینه کلمه تاجیکی رو تکرار کردن نمیتونه زبان زده که من شاید راست ما رو میگم بخونین همون سناریو رو بخونین یا زبان زده کنین شاید جو مهمونی رفتم شام مهمونی رفتم من شما رو 2 روز پیش زنگ زدم که سیونکا بنوارگیری فیلم رفتیم نوبتی بچه عزیزم تو همه رو آمیخته کردی همش خوب میشود نه من هیچ چیزی را آمیخته نکردم همش اینه چخه شما کلمه های تاجیکی را گپ زدن نمیتونین چخه شما هنرمند با دوام میکنین که با هنرمندیم کلمه های تاجیکی ساده عادی را گفتن نمیتونین شما آخه رفیق رژیسور آخه همین کلمه ها چی لازم چی لازم کلمه های تاجیکی چی همین لازم محزون همین آمیخته کردن همین را دیگه خیلی میشه بگویم که زیغ شدم یا اینکه اردرش کرده آخه اینا هیچ کنه نمیفهمه آخه چی خیلی هیچ کنه نمیفهمه کلمه های تاجیکی همین ما پروفسیونال ما چند سالشی در کینو بازی داریم که نمیفهمه او مردم ای کجا میفهمه مردمی عادی ای کجا میفهمه دادر مردم همه چی را میدونه میفهمه همین شما بیسوادار هیچ چی را نمیدونه و نمیفهمه خسر جان من همین خیلی بچه هستم خودت مرا اذیت میدونی این 5 سال زندگی من خودت مرا اذیت میدونی اینا ما همین زندگی اومد نکرد و همین زندگی ما قطعا دفتر شما توغوری نگرفت زندگی ما قطعا دفترت نشی اینه خسر بچه ما یزدی بزبون اینا نه یزدان شما بهترین یزدان ما شما را دوست می‌دارم اینا دیدی اینا خسر بچه ها مرا دوست می‌دارن اینا خشتمانی خودت گفت اینا خشتمان باور کن مهره که من در خودت دارم اوچم دو خیلی مهر ندارم چخیلی که مهره در خسرم دارم اوتم دو خیلی مهر ندارم خسر بچه ها مرا دو دارم دوست می‌دارم میگم که همین زندگی ما قطعا همین دختر شما نشید نشید خودت گفت زنک ما چی گفتن من نمیدونم خودت میدونی قتل مورد اوف نفهمیدم زندگی ما نشید اگه یک قشلوق را دختری ما شید همین تو ده نشید زنک جلو باشم تشنه oldum ki حقوقه زنان اوخی خیلی زنان که کی دوست من ندارم 24 ساعت میره کار کردستم این زنان که من کیلویه اوخی کیلویه یا تایه از زمان یا تایه ده زنان هر زمان صدقه یا تایده میگم یا تایده کار بزن ساعت چیلی شما میگم که کسان تمام شدستن یک کنش هم زن این خیلی زنان یا خیلی قیاده برای سوزانونا کار هم زن آفرین بر پدر و مادر که مرا کلام کرده آفرین کار هم زن همین نگاهی کودکودم همه تعریفت میکنم سو همین همه کورت تعریف میکنم سو همسو همش مثل زندگی ما اترا میکنم همسو میگن که زندگی شما زوره قطعی اویلا دارم خیلی کودکات هم زوره همه شما رو میکنم کم تزن که کم تزن چی مداهی داری؟ چی مداهی داری؟ ساعت چند شید؟ چه مداهی؟ ساعت چند شید؟ چه؟ ساعت چند شید بین؟ ساعت؟ یه زنک ساعت چون بکنی؟ وقتش دا اوتای من میامد کو؟ او چند؟ ساعت نه کلندر نشون میدو بچه خوش رو جا بیار ها چی میگی؟ جا بیار گپ دارم آوازات نمیفهمم دایره شغسی دایره آوازات نمیفهمم
یا گپا که زور دارم بیا ما بیام آخی کپرگ ایجاده نیسته کپرگ اوجاده هیچ گپ نه کرو گوای بخواه بیا یک ساعت میرسم یک ساعت میستی بیا آخی جا بیا مایل آزیم یک ساعت پس پیش میرسم بس تاگم اونجا بس یک ساعت پس پیشت میام خیلی میرم میام مایل السلام ششتی جان عقب دویدم نکمه مردمه چی کار داشتی جان؟ چی کار داشتی فریدم کردی؟ یا کار قدم کنی چی کارم؟ من برای تو تمامی کارم میکنم چی کار؟ چی کنم فقط سخن که قدم کنی دیگه گپ نداری؟ نه همیشه کار دیگه اگه گپ نداشتی جان؟ دیگه اگه گپ نداری اگه کار خیلی بخشی اگه نه جان یک مینوت بیا ها چی میگی؟ یک مینوت بیا گپات نمیفهمم یک کاری زور بیا مایل خیلی از میام بیا اوه بیا اوف قرار همه چخه میرفته باشم مایل میرم یک اگم کاری ضرور دارم من رسیدی جان؟ ها مردم گرمی را چی گم داشت تیز بگو که مردم گرمی را هوا گرمه یا؟ تیز بگو که گرمی را مردم اوه چی گم نمیگه پی سرنگی تا قدم گم من اوه یادش گرفتم چخه نه سلام کجا میره؟ بازار کاروان بازار کاروان از شناسشوی با شما شدم رحمت من هم خرسندم کی یکی میخوام پیش از شناس شدن یک چشم یه سوال چوش میده چی پرسون مرحمت شما چی میکشه؟ نفهمیدم چی میکشی سیگارت میکشه؟ سیگارت نه عموما نه گنه نوس میکشه؟ نه نوس هم نمیکشم نه چی میکشه؟ راست دیگه پا بگم خوب باور کنی خونه منم بازار کاروان دا عربا میکشم صنعتکارا شما دا یک سوال خزنده یکم کسان اونبار کنیم خزنده یکم تشن اونبار کنی؟ خزنده؟ کلاس؟ کلاس تو بگو من؟ خزنده کلاس بچه همه که کلاس یا خزنده